اتود تألیفی. هرچه که تا به حال یاد گرفتیم با هم با استفاده از مترونوم میخوایم ساز بزنیم، آرشه کشی کنیم و بریم جلو انگشت گذاری کنیم. مترونومم رو تنظیم میکنم روی 4/4 با تمپو 60. من سعی میکنم گرم کنم دستامو. حالا 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. بریم روی ساز. روی سیم سل آرشه میکشم. سر هر ضربی که مترونوم میزنه آرشه من تعویض میشه. سعی و تمام تلاشم رو میکنم از ابتدای آرشه شروع کنم تا انتهای آرشه. 4/4. در واقع ما با هر ضرب یک نوت سیاه رو میخوایم اجرا کنیم، یعنی 4 تا نوت سیاه روی نوت سل. 1 2 3 4. روی سیم ر همین کار رو انجام میدم، اما تمپو رو 5 تا میبرم بالاتر. شما سعی کنید با تمپو 60 همه رو انجام بدید. به مرور تمپو رو کم کم 5 تا 5 تا ببریم بالا. تمپو اومد روی 65. روی سیم ر میخوام آرشه بکشم. یه نکته هم که اینجا باز بهش اشاره کنم، ما همیشه برای آرشه کشی با آرشه راست شروع میکنیم. آرشه راست یعنی آرشه‌ای که میره به سمت راست. ابتدای آرشه اینجاست، انتهای آرشه اینجاست که باز بر میگردم. همیشه شروع ما روی کمونچه با این آرشه است، آرشه راست. شما هم در کنار من مترونوم رو ست کنید روی تایم های متفاوت. روی کاغذ یادداشت کنید با مترونوم 60 یه دور بنوازید، یه دور با تمپو 65 بنوازید و به همین شکل 5 تا 5 تا میریم بالا. با تمپو 65 روی سیم ر آرشه میکشم. 1 2 3 4. مرسی. حالا سازم رو مقداری میچرخونم تا بریم روی سیم لا. با تمپو 5 تا تمپو رو بردم بالاتر. با تمپو 70 روی سیم لا آرشه میکشم. 1 2 3 4. تمپو رفت بالاتر. نیازه که یه بار گرم کنم دستم رو. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. بریم با آرشه ساز بزنیم. مرسی. 5 تا تمپو رو میبرم بالاتر روی سیم می. خب نکته ای که اینجا باز دقت کنم، سازم چرخید، روی سازم بیشتر اومد به سمت راست. برای آرشه کشیدن اینا نکاتی است تکراری. آرشمو در شلترین حالت ممکن میگیرم و میخوام روی سیم می بزنم. چیکار میکنم؟ دوباره گرم میکنم با تمپو 75. 1 2 3 4 1 2 3 4. متشکرم. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آقای فراز.